به نمایش برآمدن زن در حالت بپوش غیلیده خیلی کار زشت و بده است. تصور کنید اگر به خانه مهمان بیاید و زن خانه بپوش غیلیده با او صحبت کند چقدر کار زشت است، نهایت بد اخلاقی است. اما اگر در نزد صدها مرد بلکه هزاران تماشابین بپوش غیلیده به نمایش برآید چی می شود؟ اینها زنایی هستند که از حدود اخلاق و ادب گذشتند، بلکه شرم و حیا و زن بودنشان را نیز فراموش کردند. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می‌گذارند. بله، امروزها بدترین زنها را می‌بینیم که خود را شهوت انگیز کرده به نمایش می‌برآیند. در خاندان شما نخود یک مرد نباشد که شما را از این خودنمایی باز دارد. جوانمردان تاجیک، پیش راه این بی‌حیایی را بگیرید. عاقبت آن شرمندگی ملت است. نسل آینده فاسد می شود، زیرا زنهای امروز مادران نسل آینده هستند. ای ملت تاجیک، بیدار شوید.